کوچه تندورسازی دوستای عزیز یک سابقه بسیار زیاد داره. تقریبا بیشتر از 80 سال میشه که این کوچه خدمت داره. واقعا بسیار یک کار سخت هم است. بسیار. عمر دیگه ختم میکنه. ولی پیسه دارم شدی از یا نه؟ نه بابا الان قشاوم سر چاشم. خب پنج تا نان یک تا کلچه. کلچهش از کی است؟ نام چی است؟ سلطان. کلچهش از سلطان است دیگه. السلام علیکم بیننده عزیز، مانده نباشین گران و لیدن کوستری مسی. بازم به یکی از برنامه‌های چنل یوتیوب فواد نادری خوش آمدین. دوستانو نن زراغله ما دی تنورسازی کوچه کوچه تندورسازی دوستای عزیز یک سابقه بسیار زیاد داره. تقریبا بیشتر از 80 سال میشه که این کوچه خدمت داره. دوستای عزیز این کوچه عموما از سر تقریبا دانباغ که شروع میشه و خط میان طرف شارنو یا یک طرف قای مرکز که است، دو طرف ختم میشه. این کوچه دوستا کلش کوچه عموما سابقا دکانای تندورسازی بسیار زیاد بود، خالی کمتر کمک کمتر دیده میشه به خاطر از اینکه در زندگی ما شما بعضی سهولت‌های نو آمد. مسابقه فرهنگ‌های سابقه یا از تندور که میگیم کار گرفته میشد به خاطر نانپزی کمتر شده. حالی هم زیادتر دکانا دیده میشه که در اینجا تندور میسازن و گفته میشه که نمی تندورها در کابل و حتی در بسیاری از ولایت‌های افغانستان از اینجا روان میشه، چون بسیار به سایزهای مختلف و اندازهای مختلف اینجا ساخته میشه و این در شهر آرام موقعیت داره. دوستا گفته میشه اینجا که سابقا پیش از کوچه تندورسازی اینجا میگه یک ساحه تجارتی همچنان بود. خب امروز ما از این ساحه برای شما گزارش دارم دوستا. امو فرهنگ ما، امو فرهنگ اصیل افغانی ما شما، وطنی ما شما. ما فکر میکنم که یکی از کشورهایی که از تندور استفاده میکنن، بیشتر استفاده میکنن. خب چندین کشورها مشخص، اما افغانستان هم بیشتر از تندور استفاده میکنه به خاطر پختن نان و خاطر از اینکه ما کلچه های زیبا را میخوریم. اگر ببینیم همه هیچ مزه به مزه نان تندوری یا کلچه تندوری نمیرسه. حالا بعضی داشا آمده، خب اگرم نه این مزه دیگه نیست. خب از این ساعت ما بر شما تصویر داریم. چینل ما رو همراهتان سابسکرایب کنین. ډیر مننه دوستانو چې همیشه از منګه صفحه تاسو فالو کوئ. نن زه د تنورسازو په کوڅه کې اسو د دجی څنګه تنورونه ته جوړیږي او لازم ګو تاسو ډیر یو مخکینی دود دستور ده چې دا دلته دجینه خلک اخلي خپل کورونه ته وړي یا هم نام بیانو ته وړي استفاده کیږي. نو د دجینه به تاسو ته د خلکو مصاحبه د دجی خدمات په اړه ان شاء الله پښتنې به ولرو او بعضی تصویرونه به د تنورونه رقم تنورونه د جوړیږي هغه هم تاسو ته ښکاره کوم. له موږ سره پاتې سئ او موږ تنه مه پرېږدئ. بیادر مانده نباشید. خوب هستین؟ بخیر هستیم. خوب است؟ تشکر. خود ما امروز دیگه طرف کوچه تندورسازی گفتیم بیایم، چون یکی از بخشای فرهنگی ما شما دیگه است نه؟ بله. مردم به خاطر نانپزی، نانبایا و خانه بسا میبرن. اگه درباره این کوچه تندورسازی یکم معلومات بدین، چقدر وقت میشه این تندورسازی؟ والا تقریبا 80-70 سال میشه که هست. ما بسیار خورد بودیم که تندورسازی بود دیگه. سن ما خب بسیار اینک 25 است. 70-80 سال میشه دیگه. خب خودت هم دمیجه تندورسازی مصروف هستی؟ والا نه من دکان نباشم، گاهی وقت تندور ببر بیار، گاهی وقت دکان باش. از این صبح تا شام دیگه بسیاری وقت کتمی میباشم، نان چای کتمی هست. خب این مواد از اینم که چی است؟ مواد از چی ساخته میشه؟ این گل از این از پغمان میارن دیگه. از کوی داره؟ کوی داره. دیگه 8000 روپیه موتر میخرن. خب یک موتره؟ یک موترشه. صافه. دیگه نمیره باز دیگه چی گت میشه؟ مواد چی گت میشه؟ تر میکنندش. تر کردندش باز اونو. کار دیگه چیزی نداره. دیگه نداره؟ نه. این بعض جای ما دیدیم کشمش کشگت میکنه و بعد نه چی فقط میگل خالی است اون رو الک میکنن
خلاص دیگه پخته کردن تاریخی پخته کردن از بسیار پروسه وقت میگیره چی رقم پخته کردن شده که خودم نانبایی که میبرندش دیگه نه مثلا خاک که یا پخته میکنه لای جور میکنه چی رقم از پروسهش مثلا این دیگه این مثلا اینی که ما نه یک هفته بعد خودش خشک میشه این رقم باره دیگه خشک میشه ای باز این فقط تنها لای تر میکنه دیگه پخته میشه استاد می رقم این خودش باز یا خامه این خام است خو ایره امروز با جمله گل تر کردیم گلش پخته می صبح باز پالتا میکنیم اینی پالتش است خو ایره پالتا میگین شما دیگه دو پالتا سه پالتا تا کوواز داره تندور بخوره آره نمی تندور به خاطر چند نان است این دیگه گپ از این بالاست ایده کجا میبری تندور کناره اینا باید استفاده میکنه تندور دیگه از که دیگه هم کلان است تندور او 2 متر میه چند تا 100 تا نان جای میشنوی از 100 تن بالا می خب این 100 تا نان یه دفعه پختن یه دفعه کشیدن بسیار نه خب زدن و کشیدن از این کسی میکشن و میزنن این چه اندازه چه قدر است این اندازه است دیگه این 180 است 180 است بلندیش باز بلندیش هم 180 نه خب این انتقال از بسیار مشکل نیست چی رقم انتقالش دیگه که می خوشت نه مثل زینی وره که خوشت باز از ریسپان میندازیم در زیرش 10 تا ریسپان میندازیم با 10 نفر میاد اوچت کلیش میکنه و بیرون میبره هفته اونش خب این مایده شدن و بردن باز محکم میکنه خدا محکم میکنه خب والا آفرین شما که بسیار ظریف کاری است دیگه نه استاد این اساس کار در چند روز جور میشم یک تا یک دانه در 3 روز تکمیل بشه 3 روز 4 روز چی رقم از سوال کارا حال خوب است سابقه خوب بود از تندور چی رقم یک چیز است فرق حال استفاده میکنه مردم که خواست بیشتر از تندوره این چیزای نو تاثیر نکرده گازی و تاثیر کرده بود یک سال خب مردم برد نتیجه نبود پس نمی روی آوردن پس نمی آورد عالیمیش قیمت چند است؟ این دیگه قیمت 13000 14000 15000 خب برای انشاءالله موفق باشی کاکا چون وقت کارتان است با آفرینتان چون همی تاریخ همی کوچه را شما دیگه نگاه داشتین فرهنگ ما شماست خصوصا بخش دیگه واقعا بسیار یک کار سخت هم است دیگه بسیار عمر دیگه ختم میکنه ولی پیسه دارم چیزی از یا نه؟ نه بابا الان قشاوم سر چاشم خب دیگه زیاد گفت نمیشه دیگه بالا آفرین دوستا که در کل خانه دیگه نان نگرم میتازه میشه شروع میشه پروسش دیگه موفق باشی کاکا موفق باشی سلامت باشید تشکر سلامت خدا حافظ تشکر خب دوستان عزیز ما در کوچه تندورسازی هستیم اینجا دیگه ما چون قبلا براتون معلومات دادیم این بسیار کوچه قدیمی و تاریخی و بسیار کوچه جالب است و همین ساختمان‌ها شما در تصویر می‌بینین عین از ساختمان‌های سابقه است یعنی فکر کنین که این نقشه دیگه بسیار زیاد وقت میشه اینجا مردم‌ها بوده جوان‌ها پیر شده خورد طفلا کلان شده پیر شده کسایی بودن که اینجا رفتن اهلت که دولت جین نسل‌های بعدی آمدن یعنی سرک شهریارای تندورسازی کوچه 5 و یک خوبی دیگه شده که در شهر کابل و بعضی ولایات که به این شکل لوحه‌های راهنمایی در اکثر جاها نصب شده. خب دوستان ما پیشتر میریم ان شاء الله بارش هم کمتر آماده است از پیشتر هم بر شما تصویر داریم با ما باشید. خوب هستی کاکا؟ بخیر هستی؟ مانده نباشی. سلام علیکم. جان و جور است؟ بخیر هستی جان و جور. کجا میریم؟ میریم طرف کار یک باره که باز خب این کوچه را خبر منامی چی یاد میشه خبر داری؟ بله یاد نام کوچه تندورسازی. خانه کجاست؟ خانه دمی جرابا فاست. خب اینجا چقدر وقت میشه از این کوچه تو خاطره داری؟ از این خاطر از این کوچه یک 15 سال. 15 سال میشه اینجا هستی؟ کدام تندور هم اینجا بردی یا نبردی؟ نه ولی تندور نبردیم. نان در چی میخریم؟ نه چی؟ بله. این کوچه هم بسیار دو سابقه است نه؟ بله. شاید دیگه وقتا دیگه جوان بود یا دوریش بله یا 15 سال 20 سال پیش. کوچه دیگه چقدر وقت دیگه هم جوان داشت. جوانا را سریش سفید می‌سازه. بله یا همچنین. دور از کارا. والا کار نیست. کار نیست؟ نه دمی جان تو چی بردن سیر پدادیم. خب امروز چند کار کردید؟ امروز 120 سیر پداد. ده ان شاء الله خدا مهربان خداوند جان جور بده. الله یمین. هیچ دمی که شکر دست پای جور از کار میکنیم. هزار باشه. سلامت. چیز گفتنی داری؟ نه بخیر باشه. سلامت باش. تشکر. دوستان عزیز اینی خاکش است پیشتر که براتون گفت خاک پغمان این دیگه جایش هم میگه مشخص است همونجا کدام کان است یا زمین که دیگه نمی خاک هم میارن از این خاک یا استفاده میکنه ببینید ریک داره چیز دیگه دیده نمیشه
باز بعد از اونو تندورا جور میشه، یعنی خاکای به نظر من از خاکای دیگه استفاده شوه باز در نان میچسبه دیگه نه؟ می رقم است این خاکا دیگه فکر کو مشخص دیگه به خاطر نمی تندورسازی بیا یعنی تندورا رو یا ساختن ایلک میشه ها خب باز یاش نما بین تندور بدات نخوره باز پاهانایش که تو جغل و گت کا گت میکنن باز پاهانای تندور میزنن خب امی کدام میشه خاکیشه اینی میره از ایلک میکشن خب ایره باز ایلک کشید یا تندور نکشید؟ بدات نخوره باز اونوایی که نه ایلک است ورا کت کا گت میکنن در پاهانای تندور میزنن خب در پاهانش به خاطر که نان زدن نمیشه فقط این مابیناش نان زدن میشه که اون تو لشم بیه اون خاطر باز یا مابینش میزنن یاره اونوایش باز در پاهاناش استفاده میکنن فرق نداره کسی که نان پخته کنه فقط اگر دست پاهان نمیده پاهاناش باز کا و چیزا که گت کرد بسیار محکم نه خب این دیگه یک پروسه بسیار زیاد دور مداره بسیار مشکل از این نفهمم و یک چیز دیگه دوستای عزیز به نظر من بعضی جایی که اگر بخوای خاک سخت‌تر استفاده شوه خصوصا دوستانو هغه کرکټ لپاره د پیچ جوړیږي نه پیغام از منګه تاسو مسولین که دا خاور وګوري کیږي دا خاور هم پیچ لپاره کیږي نتیجه ورکي ولې سلیدل کیږي ډیره خاصه خاور ده ها وړاندې زو د دې کوڅې تاسو موږ گزارش لرو شکر ها دایم سیار تنورونه دغه تنورونه کې خودل کیږي او بیا دا کورونه ته وړي نو منځ کې تنور د کولای شي مثلا انتقالي کې څه پمدلی یو زینه بل زیته یا بعض کورونه ځایونه تنګي کنه بیا دا پوښونه دی په دې کې هم تنور نه دی جوړي او یو زینه بل زیته دی انتقالي سلام علیکم خوب هستی؟ شکر کجا میری بخیر؟ نانبایی نام چی است؟ سلطان چند تا نان بردی؟ ها؟ چند تا نان است؟ 6 تاست 6 تا یک کلچه است یا تنها 6 تا؟ 5 تا نان یک تا کلچه کلچهش از کی است؟ ها؟ نام چی است؟ سلطان کلچهش از سلطان است دیگه حتما مادر جان گفته که یک کلچه از در خورترکی ها با ما میگفتن که 5 دانه است یک کلچهش از تو همون رقم؟ خب نانبایی میری؟ برو که اینو وزمیر است نفته سیست؟ آفرین برای سلام خوب هستی؟ من دست تکتبتی چی رستی؟ اینجا رسم نام چیست؟ سبخان کجا میری؟ ای سوسمی چی میکنی اوجا؟ نان مارم نان میاری؟ ها برای دوستان عزیز اینی هم تندوری است که پیشتر معلومات دادن جور میکرد گفت تقریبا در 3-4 روز تکمیل میشه دیگه اینی 1.80 بلندی شد بعدش هم میشه که 1.80 اینیا رو باز میبره در نانبایا باز از اوجا یا دیگه در بین از این نان پخته میشه و ببینین مگر من پروسه انتقال از این یکم متعجب هستم که آفرینشون که انتقال میته بخاطر از که کل از دیگه مشکل است انتقال دادن چون لای هستن و در اوجا میبرن شاید گفته میشن که از ولایت هم ازشون از استفاده میشه واقعا یک بردن ازش شاید کمکی سخت‌تر باشه دیگه اینه با تندور تکمیل دیگه که اینجا شما تصویرش میبینید